لا اله الا الله. این داستان هولناک رو از من بشنوید. امیرالمؤمنین سخنرانی کرد، امیرالمؤمنین قصه هاشو مطرح کرد، امیرالمؤمنین ناله هاشو با مردم زد، امیرالمؤمنین به اوج شکوه های خودش رسید، امیرالمؤمنین مردم رو رها کرد، امیرالمؤمنین مقابل مردم شروع کرد با خدا سخن گفتن، قرآن رو روی سرش گرفت و شروع کرد با خدا حرف زدن در مقابل مردم. این جملات رو بر زبان جاری کرد: اللهم قد منعونی ما فیه فاعطنی ما فیه. خدا تو میدونی تو این قرآنت حقی که به من داده بودی این مردم منعم کردن، نگذاشتن من به حقم برسم. بعد میگه من داشتم میدیدم برگه های قرآن باد میخورد و تکان میخورد بالای سر امیرالمؤمنین. اللهم قد ابغضتهم و ابغضونی. خدایا تو میدونی من از این مردم بدم میاد و خدایا تو میدونی اونا هم از علی بدشون میاد. و مللتهم و ملونی. خدایا تو میدونی من از دست اینا خسته شدم. و بعد صدا میزنه و خدایا تو میدونی مردمم از علی خسته شدن. بعد صدا زد، قرآن رو سرش بود، خدا رو صدا زد خدایا این علی رو از این مردم بگیر، بدتر از علی بهشون بده. و این مردم رو از من بگیر، بهتر از این مردم به من بده در رضوان و قرب خودت. این علی ابن ابی طالب مشکلش چی بود با مردم رفقا؟ مشکلش چی بود؟ میگفتن یا علی کجا میخوای ما رو ببری به حد اعلا برسونی، همه عالم رو آباد کنی، اوج عدالت رو ولمون کن، تو رو خدا زندگیمونو میخوایم بکنی. آقا میفرمود خب اون موقع هم زندگی میکنید، اون موقع هم آرامشه، اون موقع هم صلح، اون موقع هم همه چی هست، فقط پایدار هر نعمتی، فقط همه چی بهتره. بابا چی کار میخوای بکنی یا علی؟ ولمون کن. راز قربت امیرالمؤمنین این بود که اوج علی را نمیخواستند. به کم قانع نباشید، مردم علی به کم قانع بودند. میگفتن یا علی تو از سر ما زیادی. راز این بود. ولی شما فکر نکنید مردم اصلش جنایتکار بودن، همه چاقوکش بودن و همه ولد چی بودن و همه حرام خور بودن. نه، به کم قانع شدن، بدبخت شدن، به کم قانع شدن، جنایتکار شدن. در کربلا حسین را قطع کردن، اول به کم قانع شدن. حضرت امام کلماتش رو برای شما دیگه قرائت نکنم. میفرمود ما جمهوری اسلامی رو درست نکردیم مملکت خودمون رو آباد کنیم، ما میخوایم جهان رو آزاد کنیم، ما میخوایم همه ابناء بشر رو به سعادت برسونیم. تو وصیت‌نامه خودشون فرمودن مسئولین حواسشون باشه ما برای 4 تا آبادانی دور خودمون نیومدیم، ما میخوایم جهان رو متحول کنیم. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌هایی که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.
مردم علی به کم قانع شدن، بدبخت شدن، به کم قانع شدن، جنایتکار شدن، در کربلا حسین را قتل کردن. اول به کم قانع شدن. به کم قانع نباشید مردم علی، به کم قانع بودن.